زندگی نامه هر انسان و خصوصا شخصان تاریخی و چهره های ادبی و سیاسی شناخته که از خود کارنمایی و یادگاری و یا میراث گرانمایه باقی گذاشته‌اند، کتاب الهیده را میماند و مطالعه چنین کتاب ها برای شناخت روزها و زندگی منفعت بخش است. امروز در برنامه پیراهه از پیراهه طی نموده شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی قصه میکنیم. امینجان شکوهی از چهره های معروف ادبیات ما هستند. در ادبیات این قدم نو بود. اولین رمن حجتی تاریخ ادبیات دوره نوی تاجیک را هم با هم‌مؤلفی هلالیان اسکر تالیف نموده است. میتوان از صحیفه‌های برجسته نثر تاجیک برای بچه‌ها عنوان کرد. پیش از همه فرزند یک شخص نامدار، شاعر شناخته یک مسئولیت بود. خدمت استاد شکوهی که امروز در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک فراموش نشونده است. شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی سال 1923 در محله لکلکان دهه رومان ناحیه خوجند به دنیا آمده است. زمان کودکیش در همین دهه سپری می شود. پدر و مادر شاعر به پختکاری، نهال پروری، کرمک پروری و آبچکاری مشغول بودند. امینجان شکوهی از پدر درس زندگی، مهنت دوستی، دوستی و رفاقت و ظفر می آموزد. در جریان زندگی امینجان نقش عمکش میر محمد و تقایش ددبای اشرف خیلی نظررس است. اگر در دل امینجان شکوهی شراره های اولین شعرگویی از دوکانچه و طبع بلند شاعری عمکش میر محمد پیدا شده باشد، عدالت و انسان دوستی، راستی و دوراندیشی، دوستی و رفاقت و جوانمردی را از پدر و تقایش آموخته است. ایام مکتب روی امینجان تقریباً به سالهای اولی سوم راست می آید. اول در مکتب 11 دهه خوانده، بعداً تحصیل را در مکتب رقم 9 که در حوله ارگش بای بچه قرار داشته است ادامه می دهد. بنابر سبب در شهر نیز حوله استقامتی داشتن خانواده، مکان تحصیل امینجان نیز زود تغییر یافته است. امینجان صنف 4 را در دهه رومان ختم نموده و تحصیل بعدی را در مکتب 10 ساله به نام مکسیم گورکی ادامه می دهد. بعد ختم کورس معلم تیارکنی در مکتب‌های ناحیه آموزگاری کرده است. سالهای جنگ بزرگ وطنی در مقامات امور داخله خدمت کرده است. میل و رغبت زیاد به مطبوعات و جویندگی و شعردوستی شاعر جوان نتیجه سودمند داده، کاتب مسئول و جانشین محرر روزنامه حقیقت لنین‌آباد تعیین گردیده در سن 24 سالگی یعنی سال 1947 به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته می شود. شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی را در ادب و فرهنگ ملی ما از چندین دیدگاه شناختن ممکن است. روزگار و آثار او را بررسی نمودن ممکن است. اول اینکه امینجان شکوهی با عرصه ایجاد به جاده ادبیات یک و یک باره از آوان بچگی وارد نشده است. با او محیط خانوادگی، شعرگویی و شعرفهمی های تقایش تاثیرگذار بوده است و پس از ختم مکتب میانه و همچنین یک مدت در هنگام خواننده مکتب میانه بودن با خبر و اطلاع نویسی و به کار روزنامه جلب شدنهایش به او امکانیت داده است که قدم‌های نخستین ایجادی خود را همچون پوبلیتسیست به جاده ادبیات گذارد. سال 1952 امینجان برای تحصیل در فاکولته روزنامه‌نگاری مکتب عالی پرتوی دوباره راه مسکو را پیش می‌گیرد. پس از ختم مکتب عالی پرتوی سال 1955 به وطن برگشته وظیفه جانشینی محرری حقیقت لنین‌آباد را دوام داده است. سال 1955 امینجان شکوهی محرر روزنامه جمهوری تاجیکستان سوویتی حالا جمهوریت تعیین گردیده تا سال 1961 در این روزنامه فعالیت می‌کند.
او سال 1959 کاتب اتفاق ژورنالیستان تعیین شده است. سال 1961 سال 1967 در وظیفه های کاتب و جانشین رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان فعالیت ایجادی و جمعیتی خود را پیش برده است. استاد امینجان شکوهی در یاد و خاطره نسل‌های سال‌های 70 و 80 همچون یک سیمای برجسته ادبیات نقش بستند. من سعادتمندم که در صدا و سیما کار میکردم. استاد رئیس صدا و سیمای تاجیکستان بودند اون وقت و از سه جهت به استاد شکوهی باید بها دهیم یا که زندگی و آثارشان ارزیابی بکنیم. اول خدمتشان در ادبیات که این بسیار مهم است، بعد همچون خادم دولتی و نویسنده. استاد شکوهی در ادبیات ما همچون شاعری لیریک مشهورند به خاطر آنکه بسیار غزل‌های زیبای عاشقانه نوشتند و تعداد از این غزل‌ها را آوازخوان‌های ما آهنگ بسته می سرودند و حالا هم از رادیو پخش می شود. در غزل استاد بسیار نوآوری ها دارند. در غزل استاد بسیار نوآوری ها دارند. مثلا اگر در تمام ادبیات کلاسیکی ما معشوقه را با گل تشبیه داده باشند، استاد شکوهی میگویند که نه، تو گل نیستی، تو گل نه جان من، هرگز تو گل نه. بدیدم گل وفاداری ندارد، برای عشق پاداری ندارد. اگر همت کند تنها 2-3 روز، به بویش خاطرم بالیده دارد. تو گل نه جانی من، هرگز تو گل نه. این معنی آن را میرساند که تو از گل هم بالاتر هستی. تو آخر موج دریای وفایی، تو آخر با دلی من هم صدایی. با آب و آتش افتادم فتادی، نکردی هیچگاه از من جدایی. تو گل نه جانی من، هرگز تو گل نه. بهتر از جانم تو را ای دلربا میپرورم، کرده عشقت را چو دل در سینه جا میپرورم، کرده عشقت را چو دل در سینه جا میپرورم. و در رشد روزنامه‌نگاری تاجیک هم حصه بسیار ارزنده دارند، زیرا اون کس اول سرمحرر روزنامه تاجیکستان سویتی جمهوریت امروزه بودند. پس آن معاون رئیس اتفاق نویسنده ها در دوره استاد میرزا ترسونزاده، بعداً رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان کار کردند تا به نفقه برآمدن شد. به سبب بیماری به نفقه برآمدند. لیکن در ادبیات همچون شاعر، همچون نویسنده، همچون به اندیشه من و بسیار جایگاه نمایان دارد، سزاوار دارد. از آن جهت که شعر شکوهی در همون سالهای 60 70 شعر سرودای شکوهی بسیار مشهور بودن و تا امروز حافظای ما زیاد میخوانند، مخصوصا همون سلسله کوچه‌باغ عاشقان که هم برنای ساقا میخواند، هم بسیار حافظای نمایان همون دوره ما میخوانند و امروز من این نگینه امان قل و بسیار این دیگران هم نور میخوانند. این یک طرفی به است. امینجان شکوهی از سال 1967 تا سال 1976 به حیث رئیس کمیته تلویزیون و رادیو خدمت نموده، بنابر بد شدن وضع سلامتیش به کار ایجادی گذاشته است. اولین مجموعه شعرهایش سرود چشمسار سال 1948 چاپ شده است که از احساس بلند وطن دوستی و عاشقانه شاعر نوقلم درک می‌دادند و با زبان ساده و روانش جاذب بودند. همین خصوصیت ها در اشعار مجموعه های وطن صلح، روزهای ما،
صدای دل، داستان کوچه‌باغ عاشقان، سلسله شعرهای محبت و عائله، نفس گرم، ارز قلم، کتاب دو بیتی و رباعی‌های چهارمغز و غیره باز هم تقویت یافته شهرت و محبوبیت مؤلفشان را در میان مردم و اهل قلم تأمین داشتند. بعد از استاد ترسون زاده که لیریکای سیاسی و لیریکای صلح آشتی و لیریکای مبارزه بر ناعدالتی اجتماعی را بلند کشاد. دو شاعر دیگر لیریکای دیگرگونه را آوردند. یکی غفار میرزا که با کشادن لیریک اجتماعی سیاسی داخلی رو آوردن و امینجان شکوهی که با لیریک درد درونی هم عشق درد درونی البته به عشق بیرون نمی‌بیاید و شکوهی این درد را با عشق بسیار زیبا سرود و تمام تاجیکستان را با درد نهادی درون خود او شناساند. همچون نویسنده امینجان شکوهی در همون سالا بسیار نویسنده دوست داشته جوانا بود با قصه های شهلا خواهر شفا. خب بعد آب از کجا می آید قصهشون برای بچه ها. بعد پری جزیره رمان دارن، یک رمان خوب دارن و دیگر اثری که با هم‌مؤلفی هلالیان اسکر نوشتن این پیچ‌تاب راه‌ها درباره اثر مستند درباره سید خواجه اروق خوجاєв. بسیار رمانی چی است که زندگی البته از روی سیاست و طلبات‌های همون زمان. شاعر سال 1965 برای متن سرودهای در وصف وطن، صلح و دوستی و عشق و محبت ایجاد کردهش برنده مکافات دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گردیده است. امینجان شکوهی برای خدمت‌های شایسته در ساحه ادبیات، صنعت، روزنامه‌نگاری و رادیو و تلویزیون با عنوان خادم خدمت نشانداده مدنیت تاجیکستان با 2 اردن بیرق سرخ مهنت، با 1 اردن نشان فخری، 6 مدال، شاعر خلقی تاجیکستان پس از مرگش سال 1994 قدر کرده شده است. در کودکی ما برای ما شنیدن نام‌های معتبر و مثل میرزا ترسون زاده، باقر رحیم زاده، مثلا میر سید بیرشکر و بسیار دیگر مؤلفان مشهور اون دوره خیلی عادی بود و در خانه ما من نمیگویم روز در میان، اما هفته در میان شخصی بود که شما اون رو یا در تلویزیون میدیدید یا کتاب ها رو اون شخص رو میخوندید. عبدالملک مهاری، اعظم صدقی
محیدین فرهاد و این گونه شخصان نامدار جمهوری یک محیط یا دایره ادبی آن دوره بودند که شما آن را بواسطه با چشم خود می‌دیدید. چهره بسیار تابناک، یک اختر بسیار درخشان در آسمان ادب بدیعی تاجیکی بود. بدین معنی که درخشش خاصی داشت، سبک داشت منحصر به فرد خودش و در اون سالهایی که سالهای 70 اصل پار که مجرد بیانی، موهوم بیانی رسم بود، امینجان شکوهی شعر لیریکی یا اشعار غنایی ما را به مشخص بیانی بردن و شعر را، لذت شعر را، همون فرهمندی شعر را توسط تصویرهای خیلی زیبا، توسط زمینی کردنی همون تصویرها یک نوع زنده کردن. از همین نقطه نظر سبک خاصی امینجان شکوهی با شاعران بعدی تأثیر کرد. بسیار جالب است، هم پری جزیره، هم پیچتاب راه‌ها، هم آب از کجا میاد که از روی او برای بچه‌ها و اثر برای بچه‌ها از فیلم هم است. یک فیلم بسیار خوب است که هر سال چند بار و از طریق شبکه‌های تلویزیون نشان می‌دهند. برای بچه‌ها بسیار جالب و خوب است. ما باید این را دانیم. درست میگویم؟ ندانیم عیب میشود. به حالمون میخندند. چی شد؟ پایلوچ میکنم. وای، با تو چی شد؟ با پایم خور خلید. اسد، میدونی چی؟ بیا دم گیریم. من خیلی خسته شدم. تو اون گردشگاه میرویم و بعد دم میگیریم. خیز رفتیم. کم ترکی دیگر موند. درباره ایجاد اثرها در تربیه ادیبای جوان، تشکل ایجادیات آنها بسیار خدمت‌های ارزنده و سزاوار کرد. هم سالهای معاون رئیس اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان بودنش در اون بینای کنه‌ای که ما بودیم، هم دورانی که رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بودن. جلب میکرد جوانای ایجادکار، شاعرها، شاعرای جوانان، نویسنده ها را، ژورنالیست ها را مثلا امکانیت میداد. زمانی که استاد امینجان شکوهی سرمحرر روزنامه تاجیکستان سوویتی بودن، یک ژانری فلیتون بسیار رونق یافت و آسان است. برای چی رونق یافت؟ برای که اون جوانای فلیتونویس پشت و پناه یافتند. صدرالدین عینی در مکتوب کشاد خود با پولاد طالس قید کرده بود که هنوز 12 دکبر سال 1948 قید کرده بود که رفیق طالس من این گونه غلط را در زبان آثار بسیار ادیبان جوان دیدم، اما از بس که اکثر آنها کرای گپ گفتن نمی کردند من درباره آنها چیزی نمی گویم. اما شما فرهاد و شکوه دیگری، زبان ادبی تاجیک از شما جوانان سرسبزی های بسیار اعلا را امیدوار است. این پیشگویی های حکیمانه و این دوربینی های استاد عینی واقعا جنبه قوی علمی داشتند و من بعد
آثار امینجان شکوهی، نقد و بررسی آثار امینجان شکوهی در مطبوعات دوری ادامه پیدا کرده است. برگزیده های اشعار مؤلف بعد سرش در گلچین و مجموعه های کوچباغ عاشقان، شاخه ریحان و برگ های طلایی به تب رسیدند. به طفیل مجموعه های اشعار ایل 18 آمد و برچه دوپا، همزمان قصه های آب از کجا می آید و اسد و صمد بچه ها را با واقعه های مختلف زندگی و شخصان گوناگون خصلت آشنا گردانیده در شناخت نیک و بد امدادشان رسانیده است. اولین اثر منصوری نسبتاً کلان او حکایه شهلا بود که سال 1964 همراه هلالیان عسکر نوشته است. بعداً در همقلمی هلالیان عسکر قصه های شهلا و شفا، امضای شخصی، رامن پیچ و تاب راه ها و صدف سیاه را پیشکش خوانندگان نموده است. باز مؤلف قصه پری جزیره است. یکی از استادان ممتاز شعر لیریکی تاجیک به حساب رفته، بسیاری از شعرهایش آهنگ بندی شده به ترانه های محبوب مردم تبدیل یافتند. درامه های کوچباغ عاشقان، شبهای فراق، میوا، لیبرتوی اپرای بازگشت که به قلم او تعلق دارند در صحنه های تئاتر دوشنبه و خوجند مورد نمایش قرار گرفتند. پیش از همه فرزند یک شخص نامدار، شاعر شناخته، یک مسئولیت بود. شما در اویله بودید که هر روز نام پدرتون در روزنامه، نام پدرتون در کتاب، نام پدرتون در مجله، یعنی اونها در منبر دولتی، اونها همراه شخصان اولین جمهوری هستید. این یک محیط رو تشکیل می‌کرد که شما باید مسئولیت داشته باشید. یعنی با این نام بازی نکنید، این نام رو به زمین نزنید، این نام رو بردارید، اقلاً اگر خیر برداشته نتوانید یعنی اون رو نرانید. و ما این رو تا حدی که میتوانستیم میکردیم، چون میدونستیم که برای پدر هم مسئولیت پدری داشتن و هم ایجادکار بودن و هم خادم دولتی بودن کاری بسیار مشکل است و در اینجا در واقع خدمت مادر ما بسیار بزرگ بود که 5 فرزند رو همیشه با یک محبت کلان تربیت میکرد و این یک کمک کلانی بود با امینجان شکوهی که وقتی که وی داشت میتوانست با الهام، با ایجادیات، با آفریدن اثرها بیشتر بگذراند. استاد امینجان شکوهی در برابر آن که در شعر سده 20 تاجیک یک موقعی واقعا برجسته دارند، همین گونه خدمت ایشان در رشد نثر تاجیک در اون دوران هم بسیار چشمرس است. آثار نثری استاد شکوهی نظیر شهلا و پیچ و تاب راه ها و پری جزیره و چندین امضای شخصی و چند اثرهای دیگرشان در تشکل و تحول نثر تاجیکی البته در برابر آثار دیگر نویسندگان ما سهمگذار بوده است. به ویژه قصه بسیار نازنین آب از کجا می آید که به اعتماد می توان گفت تا امروز از بهترین نمونه های نثر تاجیک برای نسل نورس، برای کودک و نورسان است. چیزی خوشایند این است که امروز نیز نورسان تاجیک به این قصه توجه عجیب دارند. من چند ساله که در آزمون ملی فروغ صبحی دانایی در چند دوره های آن به حیث داور اشتراک داشتم. واقعا از بخش ادبیات کودک و از بخش نسل ادبیات معاصر قریب اشتراکچی آزمون نبود که آب از کجا می آید را نخوانده باشد. اکثریتشون خواندند و جالبش در آن است که وقتی از آب از کجا می آید از این اثر زیبای استاد شکوهی سوال می دهیم، اکثر آنهایی که خواندند پوره در خاطرشان نقش بسته است. درباره اسد و صمد و درباره کارنامه های ایشان با یک شور و شوق نقل میکنند که
کس پی میبرد واقعا این اثر به ذهن نورسان ما امروز هم تاثیر خوب میگذارد و امروز هم برای خواننده های نورس تاجیک خیلی پسندیده است. اومدن گیر بیا. اکنون در همینجا دم میگیریم. استید شما با کجا؟ وای انا ماشین وای میترسم. ای سیاحان شما با کجا رفتن میخواید؟ ما میخوایم فهمیم آب از کجا میآید. فهمیدم شینید شما رو میبرم. برو باز بیا. کنی؟ دست دارد دست دارم. انا همین تا. آفرین. راحت هستید؟ بله. رفتیم. یا میگویند که گفتم باز میگویم که از هر کس تو خوش رویی، تو آن سروی چمنزیبی، تو آن ماهی سخنگویی، زیروی برگی گلها قطره قطره جمع کنم شبنم، اگر مهمانی من گردی با آنها دست رو شویی. استاد در نثر هم بسیار موفق بودند. آثار نثریشان هم کیرامند است. از جمله کتابی دارند با نام کوچه باغ عاشقان و سلسله حکایه ها. شکوهی آثار علاهیده شاعر و نویسندگان بزرگ پوشکین، لرمونتوف، رینیس، سورکوف و دیگران را به تاجیکی بازگردان نموده است. امروز بعد گذشت سالها نام نیکش در زبان است و شعرهایش پیوسته از جانب اهل صنعت آهنگ بسته می شود. سخن والا و محبت صمیمی به زندگی و نزدیکان دیگرگونه رنگ می گیرد و جلوه می کند. چی کردم این که تو دل